إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. سوره النحل شروع میشه. در اینجا واقعه نحل است، زنبورای عسل میگه. الله متعال در تمام مخلوقات خود خصوصیات را برش داده که او خصوصیات در بعضی از حشرات و حیوانات درس بزرگ برای انسان ها می باشه. زنبور عسل یکی از جمله خصوصیاتی که داره اتفاقشان است که انشالله در موقعش سرش بحث میشه. پس اگر مؤمنان انسان ها هم از این درس بگیره، امو زندگی خود به عسل تبدیل میکنه. شرطی است که اتفاق و اتحاد بیا. آلی اسباب اتحاد اتفاق چیست؟ از او خاطر یکی از جمله برنامه های اسباب اتحاد اتفاق دعوت به سوی کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. میایه انشاءالله در بحثش چنین موضوع خیلی اهمیت داره. در این صورت کل صورت نامگذاری کرده به نام سوره نحل. 70 صورت است در نزول خود که قبل سوره نوح و بعد سوره کهف تقریبا در اواخر دوران مکه نازل شده. ارتباط این صورت قط ما قبل در ما قبل الله متعال تخویف داده بود، وعید داده بود برای کسایی که از توحید الله منکر بودند. در اینجا رد میکنه بالای عذرهای باطلشان. کدام دلایل بی اساس که یا در مورد شرک خود بیان میکنه الله سرشان رد میکنه. یا در ما قبل تخویف بود به عذاب الله که عذاب شما را میگیره. در اینجا سببش ذکر میکنه که چرا عذاب الله سری اقوام میایه. سببش است که یا شرک میکنه، ظلم میکنه سری دعوتگرا. این سبب آمدن عذاب است. دعوای صورت در اول و ابتدا هم بیان اثبات توحید و رد بالای تمام انواع شرک است. اگر شرک در علم است، اگر در عبادت است، اگر تصرف است، اگر در دعا است، اگر در تحلیل و تحریم است، کل انواع شرک در این صورت رد کرده میشه. از همون خاطر الله متعال در اول هم اشاره به این میکنه که آن چیزی که سبب نجات انسان است کدام است. آن چیزی است که ملائک از طرف الله متعال در دنیا آورده که عبارت از قرآن کریم است و از او تعبیر به روح میشه. یا عقیده توحید و یکتا پرستی الله متعال است که قرآن کریم او را روح میگه. چرا؟ اگر عقیده توحید در وجود کسی نباشه مثل که هیچ زندگی و حیات نداره، بلکه یک شخص مرده تلقی میشه. از او خاطر در ابتدا الله متعال انسان به دلایلی که در نفس انسان موجود است، اگر انسان یک کمی تأمل در وجود خود بکنه درک میکنه حقیقت امره که یقینا هیچ راهی نداره بجز از که عبادت یک الله متعال بکنه و عبادت دیگران را بگذاره. هیچ راه دیگری نداره. چرا؟ تحولات یا انقلاباتی که در وجود انسان در خلقت انسان است، یکی از همین مراحل هم هیچ کسی همراه الله شریک نیست، نه ولی نه ملک نه کدام پیغمبر و نه کدام کسی دیگری. پس حق عبادت هم از الله متعال است. چطور شده میتونه که تربیه و تکمیل تو را الله متعال کنه، پیدا و تربیت تو را او بکنه، رزق او بده، محاسبه مورد حساب کتاب او قرار بده تا، اما تو بری عبادت غیر الله را بکنی بسیار بعید است. از او خاطر الله متعال در اینجا از انواع انعامات خود برای ما یادآور میشه، به خلقت خود انسان اشاره میکنه، به دلایل خارجی ما را متوجه میسازه که هر کدامشان دلیل بالای وحدانیت، دلیل بالای حکمت، دلیل بالای علم الله متعال است. و این عقیده به این صفتهای الله انسان وادار به انجام عبادت میکنه و عبادت هم باید تنها برای الله باشه، نه برای کسی دیگری. اتا امر الله فلا تستعجلوه. آمد امر الله پس شما به جلتی طلب نکنه. در اینجا چند تفسیر است. بعضی مراد از امر الله عذاب الله را میگه، یعنی ای کافرها چرا شما به جلتی طلب میکنه؟ کجاست؟ امرای پیغمبرات دست تیزه میشه، دلیل جواب گفتن نمیتونه، باز میگه که کدام عذابی که تو میگی کجاست؟ آمد این عذاب الله آمده نیست، شما شتاب نکنه، به خیرتان نیست. چطور شده میتونه که یک آدم نعوذ بالله به شر خود دعا بکنه، آن چیزی که سبب هلاکت خودش میشه او را به جلدی طلب میکنه؟ برای شما خو مناسب است که لا اقل سخنای پیامبر صلی الله علیه وسلم یک دفعه مورد تحقیق و بررسی قرار بده که همین سخنان چقدر مضر یا چقدر مفید است.
بجای از اینکه شما تأمل بکنی شتاب، نعوذ بالله، به شتاب عذاب الله را طلب میکنی. شما میدونی که عذاب الله بیا باز هیچ حالتی شما چیستا باقی نمیمانه، همه در بدر میشه. سبحانه و تعالی عما یشرکون. الله پاک است از او عیبا، از هر نوع نقصانا و عیبا، و تعالی بلند است عما یشرکون، از آن چیزی که مردم قطع الله برابر میکنه. هیچ کسی با الله برابر شده نمیتونه. با زعم مردم یا گمان مردم است که یاره در مرتبه الله میرسانه در بعضی صفتا، حالان که الله متعال آنقدر عالی است که هیچ مخلوق دیگری برابری از او شده نمیتونه. دوم ترجمه، اتا امر الله فلا تستعجلوه، آمد قیامت الله پس شما شتاب زده نشوی. اگر این قدر رای مخالفت در برابر انبیاء علیهم السلام شما گرفته و هیچ فکر و چیستا تأمل نمیکنه، همیشه رای مخالفت ستیزه را لجاجت در پیش گرفتی، خیر است، روز آمده نیست. شما از این مهلتی که الله براتان داده بعد استفاده میکردی، لیکن شما با از این استفاده نمیکنی. تلاشی تا نیست که کی قیامت میاد چنانچه وعده میکنه انبیاء علیهم السلام. کجاست او قیامت؟ اصل منظوری از ای بوده که قیامت اثر نیست. الله متعال میگه این آمده نیست. البته قیامت دو قسم پیش هم گفته بودیم، یکی عام است و یکی خاص است. مرگ هر انسان قیامت خاصش است، اما قیامت عامی که هیچ مخلوق الله به این حالت باقی نمیمانه، دیگرگون میشه این جهان. او نشانای بزرگی داره و خردی داره که دو قسم نشانه داره. اون نشانای بزرگ اگر بیا که آخریش برآمدن آفتاب از مغرب است که در اون صورت درهای توبه بسته میشه، چی آمدن قیامت است. پس الله متعال میگه که شما چی شتاب داری و چی عجله داری که قیامت طلب کرده رویسته؟ این آمده رویسته. چرا نشانه های خرد قیامت مکمل تقریبا آمده. آمدن پیغمبر یکی از جمله نشانه های قیامت بود. آلی فعلا که کدام نشانه های خرد ما میبینیم کلش تقریبا موجود است. مردم های چوپانا صاحب بلدنگا شده، پای سر شده، سر پای شده. اطاعت از مردم های فاسق و فاجر میشه، زکات مردم تاوان میدانه. کدام علاماتی که در احادیث علامات خرد قیامت بیان شده تقریبا آلی مکمل به چشم سر مشاهده میشه. دیگه ترجمه، اتا امر الله، آمده توحید الله، فلا تستعجلوه، شما چی تلوار نکنی، یعنی شما جلتی به رد از او نکنی. قبل از اینکه رد کنی یک دفعه تأمل دو بکنی که آیا اینمی توحید الله چی ثمراتی داره و چی جوانبی داره، بپذیریم نپذیریم. زودی که رد نکنه. چرا؟ به خاطری که یک امر زود رد کردن سبب نقصان انسان میشه. چهارم ترجمه، اتا امر الله فلا پنجم ترجمه، آمد دعوت وحی که مراد از پیشش قرآن کریم است. فلا تستعجلو، پس شما جلتی نکنی در رد کردن از او، بلکه تأمل بکنی که کتاب الله مشتمل به این طور دلایل است که قناعت شما را فراهم میکنه. پس از او خاطر کلی معانی در یک آیت آمده میشه و درست است. از او خاطر اگر هر کدامش باشه به انسان عجله بکار نیست که نعوذ بالله سخن حق بشنوه، قرآن بشنوه با زودی که رد بکنه، بلکه یک موقع را برای تأمل خود میسر بسازه، فکر بکنه. این درس است برای ما. چقدر درس است که هرگاه یک سخنی از جانب کسی از طرف کدام ناحیه برای ما میرسه، زودی که ما او را رد نکنیم، بلکه تأمل بکنیم، بررسی کنیم مسئله را تا که حقیقتش برای ما واضح شوه و بعد از او اگر قابل رد بود رد شوه، اگر نبود نه. تأسف در اینجاست که مردم ما اینمی موضوع را قطعا یاد نداره. به مجردی که یک سخن میرسه میبینی که یا در مقابلش استادگی میکنه. سبحانه و پاکیست. بعضی کسایی که مراد از امر الله توحید میگه این جمله تفسیرش است. سبحانه و پاکیست برای الله از هر قسم عیب و نقصان، و تعالی بلند و بالاست عما از آن چیزی که یشرکون مردم امر الله برابر میکنه. عقیده برابری با الله داره، هیچ کسی با الله رسیده نمیتونه. ينزل الملائکه بالروح، روان میکنه میفرسته الله متعال الملائکه، ملائکه مراد از ملائک جنسی ملائکه است یا مطلقی جبرئیل امین با امرای ملائکه دیگه. چرا؟ در رأسش جبرئیل امین که ملک وحی است قرار داره. بالروح، بروح اینجا دو معنا داره. مراد از روح هدایت است. الله روان میکنه با واسطه ملائک هدایت من امری، به حکم خود، علی من بالای کسی که یشاء الله بخواه من عبادی از بندگان خود. معلوم شد که الله اسباب امکانات به کل بنده ها فراهم کرده برای گرفتن و قبول کردن هدایت.
اما الله میدونه که کدام قلب در طلب از اوست، در جستجوی از اوست، قابلیتش داره. در علم ازلی الله متعال موجود است که این انسان امی امکانات خود خرج میکنه به خاطر حصول هدایت. الله ملائکه هم موظف میکنه که هدایت در قلب امچو بنده ها پرته. یعنی رحمت الله شامل حال یک انسان میشه که هدایت در قلبش توسط ملائک بیاد. یا مراد از روح وحی است. ينزل الملائکه روان میکنه، میفرست الله ملائکه بالروح امرای قرآن کریم من امره به حکم و فیصله خود علی من بالای کسی که یشاء الله بخواه من عباد از بنده های خود. او میفهمه که اهلیتی قرآن و وحی را کی داره. این هر کسی مسئولیت پذیرفته نمیتونه. زمان زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم آدم مطالعه میکنه، بعد از او درک میکنی حقیقت امر کی مسئولیت یقینا امی برداشت میتونست. الله ده این اهلیت دهش دیده بود. هر کس قابل از این نیست که وحی سرش بیاد. ان انذروا انه لا اله، که شما به کمال شفقت بیم بده بترسانه مردم انه لا اله و این سخن برش بفهمانه که نیست لایق عبادت و بندگی و پرستش الا انا. بل الله میگه به ملائک که بگوی به مردم، به پیغمبرای خود به واسطه ملائک که بگوی برای مردم که نیست لایق عبادت و پرستش الا انا، بغیر از ما. الله متعال بفرمه فاتقون، پس خود از شرک، از نعوذ بالله کفر نگاه کنه، انکار نکنه، بدعملی نکنه. این دعوت انبیاء علیهم السلام است. خلق السماوات والارض، چرا یک الله هست دیگه کس نیست و از الله باید آدم بترسه که مخالفت امرش نکنه، توحیدش بپذیره. خلق السماوات والارض، پیدا کرده آسمان ها و زمین بالحق، به تدبیر و مصلحت درست. میبینی یک نظم و دیسیپلین دایی جهان حاکمیت داره که نمایندگی و دلیل بالای عزیز است که قدرتی که حکیم و علیم است پشت سر از این قرار داره که این نظم و دیسیپلین به بار آورده. خلق السماوات والارض، پیدا کرده آسمان ها و زمین بالحق، به خاطر ظاهر کردن حق، تا که الله شناخته شود. چرا استدلال از کائنات گرفته میشه. الله متعال این کائنات عظیمه به این مشخصات هیچ وقتی طور یک چیزی که کور و نابینا باشه پیدا کردن نمیتونه. ماده که مردم میگه هر چیز ماده پیدا کرده، غلط گپ است. الله متعال همه چیز پیدا کرده. تعالی عما یشرکون، بلند و بالاست الله از آن چیزی که مردم قطع الله برابر میسازه. کسایی که مخلوق میگیره به امرای الله برابر میکنه، الله از او بالاست، نمیشه که به امرای الله برابر شده بتانه. خلق الانسان من نطفه، پیدا کرده انسان از نطفه. فاذا هو خصیم مبین، ناگهان نبی انسان خصیم ستیزنده است، بحث و نزاع، یعنی قابل بحث و نزاع، مبین ناشکارا پیدا الله کرده شه. نبود نطفه، بود نطفه یک آبی بود که از او الله متعال اینطور وجود بری تو بخشیده، اینطور کمالات را برد داده، اما بازم نعوذ بالله تو نظاره کرده رایستی که آیا الله یکی است یا نه. نعوذ بالله، چقدر بد است. والانعام خلقها، چارپایا را الله متعال پیدا کرده. لکم فیها، که برای شما دمی چارپایا دفع، اسباب گرم کننده است، و منافع، دیگه منفعت است. گوشتش، پوستش، شیرش، مویش، پشمش، ای گپا. و منها تاکلون، بعضی از انعام از می چارپایا را شما میخوره، برای خوردن شما پیدا کرده. الله متعال اول اشاره به این میکنه که انسان در اصل اگر تو دقیق شوی فقط یک قطره آب بود. یک قطره آب چقدر ارزش داشت و چقدر قیمت داشت؟ هیچ چیز هم نبود. لیکن الله متعال به تطویر چیست مراحل مختلف که درجه به درجه در حالت میرسی که حال انسان است که فقط میگه انا مستم، دیگه هیچ کسی نیست. خصیم و مبین امیره میگه که کلش توسط الله متعال بری تو کمالات داده شده، تو را انسان حاکم جور کرده، قابلیت و استعداد برد داده، قوی تحکیم برد داده که سری مخلوقات حاکمیت کنی و از او استفاده بکنی. اما بازم نعوذ بالله باز به الله برای الله شرک میکنی. انعام چارپای جاندار در خدمت تو، سوار شو، قلبک کو، انتقال باری تبکو، گوشتش بخو، شیریش بخو، همه را برای تو پیدا کرده، اما تو خدمت کی را میکنی؟ ولکم فیها جمال، برای شما فیها در اینمی انعام یا چارپایا جمال، چیزای زینتی است. از پشم و مویایش رقم کالا را جور میکنه که سبب زینتتان میشه. یک مانا. دوم ولکم فیها جمال، برای شما در امی چارپایا جمال،
اسباب زینت است. حین تریحون، در آن وقتی که شما از بیگاه باز از صحرا میاره مالا و رمیتانه. و حین تسرحون، وقتی که شما به چراگاه میبره. در دو فرصت این نقطه را کسی درک میکنه که مالداری کرده باشه. کوچیا در وقت شام هم اعلام میکنه چی خوده، در وقت صبح هم رمر اعلام میکنه کلنگ و کلنگ کده. در بغلای کو یک رقم زیب و زینت داره، پس کی طرف خانه میاد که بغس میکنه. یا لایده کسی که مالداری را تیر کده بازی زینت میدانه. ما و شما در کابل زندگی کردیم، این گپا را و قدر زیاد بلد نیستیم. قرآن کریم مطابق ذوق عرب که در او زمان مسئله رمداری خیلی زیاد بوده و مردم مالدار بود، میفهمیدن امی حالته که امی رمه را پیدا کرده و الله کوههای بزرگ و دشتای بزرگ بدون قیمت و ارزش، بدون از اینکه چیزی را بپردازی صبح میبری و شام میاری، کلش سیر شده. علفایی که الله رویانده، تو نه قلبه کرده ای و نه تخم پاشیده ای و نه کود داده ای، نه آب داده ای، کلش الله متعال انتظام کرده. انسان تو بدان بیبی که الله متعال چه انتظام زندگی تو را کرده که چه قسم تو زندگی میکنی. شما ببینی گوشتی که در بازار آویزان است از کجا میشه؟ اگر ای باشه که آبشان به خرید باشه، علفشان به خرید باشه، تمام نگاه کردنشان به خرید باشه، 1 کیلو گوشت نخواد که در 2000 هم پیدا کنی، نمیتونه پیدا. الله متعال است که انتظام کرده، برمه ها و کوههای بلند پیدا کرده، گیاهای متنوع میره، کوچی را در قلبش انداخته که محبت قطعی رمد باید داشته باشی. امو سختی های یخی را دمو کوها یا تیر میکنه، بری تو مال خدا چی میکنه؟ فربه میسازه، پس میه بری تو عرضه میشه، گوشتش میخوری. یه قروت و پنیر و ماست و گپا که برات میایه، ایره کی تو کابلی جور کرده میتونی؟ نمیتونی. بلکه الله متعال مردم برش چی کرده؟ آماده کرده. کلش نعمتای بزرگ الله است، انتظامات الله متعال است برای انسان. اما انسان چی بکنه؟ و تحمل اثقالکم، میورداره اثقالکم بارای گرنگ شما را، الی بلدین دوتر شهرها، دوتر قریه ها، لم تکونو که شما نیستی بالغی رسیدنی به او قریه و بلد، الا بشق الانفس، مگر به مشقت جانا. اگر یک 5 سیر بارقت خود پشت کنی تا پروانه بروی، پروانه اره قاید میریزه، در یک شب یک روز نمیرسی. خدا نه چند جای در اونجا برسی، با جای از اینکه قطیزن مانده نباشی برات بگه خوش آمدی بگوی، جنگ میکنی قطش از دستی که زله شده. الله متعال حیوانات پیدا کرده، خصوصا شتره به فرمان و امر تو چی میشه؟ زانو میزنه، بارا را چپه میکنی، هنوز هم حرکت داده از پشت سر میزنی که تیز برو. ان ربکم لرؤوف الرحیم، یقینا پروردگار شما ذاتی که مالک و متصرف شماست، لرؤوف زیاد مهربان، رحیم رحم کننده است، زیاد مهربان. ما هیچ حق و حقوقی سر الله نداریم، ما را الله پیدا کرده، لیکن بازم الله متعال انتظام زندگی ما را کرد. رحیم رحم کرده که همه رزقا را بر ما بدون معاش، بدون کدام چیستا پول و قیمت بر ما پیش کرده رویسته و ما از پیش استفاده میکنیم. والخیل والبغال والحمیر، پیدا کرده الله برایتان اسپاره، والبغال قاطراره، والحمیر مرکباره، لترکبوها که شما سوار شوی سرش، و زینتن برای زینت پیدا کرده. چرا؟ یک آدم که سری اسب سوار باشه اینقدر غرور داره که پرسان نکو. الله متعال میگه سیکو این همه برای شما پیدا کرده، شما سرش زینت میکنی، خدا آرایش میدی و خدا تیم میدیشه. الله براتون پیدا کرده، میتونی پیدا کرده. و یخلق ما لا تعلمون، پیدا کرده الله متعال، پیدا میکنه ما آن چیزی را لا تعلمون که شما علم نداره. طیاره پیدا شد، قطاره پیدا شد، آینده اینقدر اسباب سواری پیدا شوه که پرسان نکو. قرآن کریم به قطار و به طیاره و به موتر اشاره کرده، 1400 سال پیش اشاره کرده بود. و یخلق، پیدا میکنه الله متعال برای سواری و انتقال بارایتان ما او چیزایی را لا تعلمون که شما علم نداره، آینده علمتان باز پیدا میشه. قرآن 1400 سال پیش پیشنگویی کرده بود. و مردم هم که حرکت میکنه قرآن مطالعه میکنه، بعد از اون پردازه که باید در اینمی مورد ما تلاش کنم و چیزی را پیدا بکنم. در اینجا الله متعال میگه که خیل و بغال و حمیر زینت است براتان، شما سرش سوار میشه. امی حیوانات چرا تابیداری شما را میکنه؟
تو در سرش سوار هستی، قمچین زده رایستی، هر طرف که رویش دور میدی میدوه. چرا پیدا کردی یه میره؟ امی اسب تو پیدا کرده ای؟ نه. علفش تو پیدا کرده ای؟ نه. آبش تو پیدا کرده ای؟ نه. تنها به یک نزدیک کردن علف برای اینمی اسب چقدر تابعدارت است. اگر در سر سنگام بدوانی سر سنگ میدوه. در بین جنگ که شمشیر میخوره داخل میشه. سوره والعادیات باز ای الله قسم یاد میکنه سری ازی چقدر مطیع و فرمان بردار است. به مجردی که مرکب پیر شوه باری تا برده نمیتونه میبرید قول و قوبی قطع تفنگ میزنی که میگه ای دیگه چی میشه؟ علفی مرا میخوره. او بیادر 20 سال خدمتی تو را کرده، خیر است 1 سال دیگه بگذار علف برش بده. امی در مقابل 20 سال خدمت 1 سال خیر است علف همو تو مفت بده خودش بمره. نه، 1 روز ورا ودار نیستی که علفی تا بخوره، 1 روز. پس تو بنده الله سرفراز با این نعمتای بزرگ الله تو چی کرده ای؟ دد بد خواب کرده ای؟ نه نماز شناختی، نه عبادت الله را، نه حق الله را، نه مسئولیت خدا. خیر تو چطور؟ تو قابل چی هستی؟ انسان باید خود فیصله کنه، قضاوت کنه. ضرورت به این نیست که محکمه قایم شوه من چطور هستم چطور نیستم. خودت محکمه بری خود قایم کو که آیا تو مستحق جنت هستی یا نیستی. کدام نعمت الله را شکرگزاری کردی؟ کدام عبادت الله را به وجه درستش تو ادا کردی؟ تلاش کردی برای فراگیری، برای شناخت حقوق الله و حقوق خودت، مسئولیت خودت؟ کدام قدم گذاشتی؟ کدام روز پشتی ازی گشتی که کدام چیز است؟ انسان است که بیچاره الله متعال انسان بیچاره را پیدا میکنه زمانی که یک کمی روح در جانش میدمه، پول پیسه صحت برش پیدا میشه، باز نعوذ بالله مرکب غروری ازی قطعا دیگه پایین سعی نمیکنه با جز ازی که فقط میگه مستم. نی، روزی فرا میرسه الله متعال تو رو میگیره تا که پرسان نکن.